سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ بالاخره اون دوئلی که گفتم با یوتیوبر خفن رو زدیم. آقا متاسفانه ما مجبور بودیم یه جاهای بیکات بزنیم چون واقعا یه قسمتاش واقعا مزخرف و اصلا خسته کننده بود. پس ما کار زدیم اینجا هم که اصل داستانه و یزید و داداشمون یزید اینجا بود. و آره دیگه ما دم دراب بودیم، یزید با اسنایپ خط گرفته بود بالا سرمون. خب و ای که کلن این مچ این دوئل ما کلن دو مچ بود، یعنی دو مچ کاستوم، یه مچ با یار رندوم، یه مچ تک به تک. البته این مچ اول واقعا جدی میگم اصلا منطقی نبود، یعنی ناعادلانه بود. آره دقیقا مثلا نیچرا، چون مثلا یار اوشون داشتمون مثلا یارش یه جوره انگار اومده بود خواهد دوباره مثلا اومده بود سفر کنه. یار من نمیدونم چی بود، عرب بود هم چیزی بود. آقا خوب بازی میکرد. آره اصلا ناعادلانه بود. آره نابرابر بودیم توی دوئل. و این دوئل مچ تک به تک، آره اون یکی میشد اصل ماجرا. حالا ما اینجا اینو یزید رو زدیم با شاتگان. بچه من کریم اینو واقعا گذاشتم، اصلا اتچمنت کریم خیلی خوبه. یکی از ویدیوهای اولام گذاشتم، اتچمنتش رو فوق العاده است. برید ورش دارید وان شات میکنه سرعتی. و اینکه ما اینجا منتظر یار بعدش بودیم که بیاد و آره همین جاها بود که از در وارد شده اومده بود دوبل و احساس میکنم حالش اینجوری بود بچه ها، واقعا حالش خوب نبود و اینجا پینگش واقعا خراب بود چون تلپورت وحشتناکی بود. و آره دیگه حالا بچه ها من زیاد حرف نمیزنم، خودتون دیگه تماشا کنین و لذتشو ببرید و حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. بچه ها اینجا هم من خیلی یزیدانه داداشمون رو باز زدم و آره دیگه اینجا هم یه جاهایش کال زدم چون واقعا هتل سرور بودن و آره دیگه. چون من بازم گفتم این حریفش واقعا یه جورایی داخل ماتریکس زندگی میکرده و الان اومده تو کاستوم. دوباره دیگه بچه این مچ واقعا ناعادلانه بود. این آقا اصلا داخل ماتریکسه، انگار اومده داخل دوبل. حالا بچه این مچ اول با ناعادلانه بردیمش. حالا بریم مچ دوم آقا یه سال گوشیم هم و بچه های تو اینجا هم واقعا یه قسمت هایشو واقعا کار زدم چون اینجاها مثلا یزید من خاله بلک مارکت بودم و اون داخل فارم بود. اصلا یه جاهاش کار زدم دیگه شرمنده، ولی اصل کاری تو داستان معلومه. آره اینجا یکی از نمونه های شلاقی داشتون رو ببینید. حالا اگه آلکاتراز اومد یه ویدیو در میارم خدا کنه اگه اون مهش رو نابود کرده باشه ببره. آره دیگه من حرفی نمیزنم و ویدیو رو ببینید. بچه اینجا اصلا نمیدونم اینجا یه باگی زده بود، کاستوم زده بود بالای آسمونه، ولی من اصلا اینجا فهمیدم یه باگه چون اینجا اصلا معلومه ایستاده بود
بعد او پایینم زده بود رفته بود دم یه دراپ یه جای رفته بود اصلا یه باگی زده بود. حالا براتون سوال چرا من مثلا اینجا میشستم یا مثلا رفتم بالا ساختمونا دراز میکشیدم یا هرچی جامپ نمیزدم؟ چون داداشمون این یوتیوبر خفن یزید این کلا اسنایپر، ترسیدم یه وقتی با اسنایپ منتظرم باشه بیفتم تو دمش، واسه همین یه جاهایی اصلا جامپ نمیزدم یا کلا میشستم یا وای میسادم یا کلا پشت دیوار بودم، چون یزید کلا اسنایپر. آره دیگه بچه‌ها. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Buy station is unavailable. Airdrop has been delivered. بچه‌ها اینجا کلا جای خودش رو لود داد، چون مستقیم فقط داشت گوش فقط داشت دراپ میداد. حالا نمیدونم داشت اعلام حضور میکردی داشت کاری میکردی، من متوجه حضورش شدم و میخواستم خیلی یزیدانه آره بزنمش. کلا من دیشب تو این مچ خیلی یزید بودم. آره بچه‌ها. شاید باورتون نشه ولی اینجا به شدت صحنه استرس آوری بود برای خودم، تو نمیدونستم اینجا یه دمه زد اصلا مدیکم رو انداختم. یعنی اینجا یه شات خیلی خوبی بود و چون حادثه خود مثلا داشت عوض کرده بود احساس میکردم مثلا خوب نمیتونست بازی کنم. آره بچه‌ها لینک چنلش رو میذارم تو کامنت ها و چنل تلگراممون، حتما حمایتش کنید چون واقعا لایق حمایت هست. عاشق تک تکیتونم، حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، عشق منید.